خب ما به قسمت دوم از داستان معاذ بن جبل رسیدیم. صحابه پیامبر، جوانی که پیامبر گفت که آگاه ترین فرد و عالم ترین فرد در امت من به حلال و حرام معاذ بن جبل است. و این هم اشاره کردیم که پیامبر تعدادی از ملوک یمن اومدن، پادشاهان یمن مسلمان شدن، پیش پیامبر گفتن یا رسول الله افرادی رو بفرست برای ما که مردم ما هم مسلمان شدن تا به ما آموزش قرآن، دین، شریعت و فهم دین بده. پیامبر تعدادی از اصحابش انتخاب کرد، امیر اینها رو معاذ بن جبل قرار داد و پیامبر خدا در حالی که اینها رو مشایعت میکرد و داشت باهاشون خداحافظی میکرد، پیامبر پیاده حرکت میکرد و معاذ بن جبل سوار اون راحلش بود، اون اسبش بود یا اون شتری که داشت حرکت میکرد میرفت و پیامبر خدا صلی الله علیه و آله کمی این پیاده روی رو طولانی کرد تا جایی که معاذ بن جبل خسته شده بود، یعنی نمیخواست، چون رسول الله پیاده هستن، یا رسول الله اجازه بدید مثلا من پایین بشم اون تا همون گونه باش. اما گفتش که بذارید که من یک وصیتی بکنم به شما، یک سفارشی دارم. ای معاذ، ممکنه تو الان داری میری. خب عجیب بود، آقای پیامبر معاذ داره میفرسته، بعد در حالی که مشایعت میکنه اون سوار هست، پیامبر هم همینجوری داره باهاش میاد، بعد یه دفعه میگه که طولانی میکنه این مسئله رو، یعنی اصلا معاذ تعجب میکنه چیه، بعد میگه نگاه کن معاذ، یک سفارشی باهات دارم، یک وصیتی میخوام بهت میکنم. معاذ ممکنه تو بعد از این سفر یا این عام سالی که میگذره دیگه منو نبینی، شاید تو دوباره بیای و از کنار مسجد من و قبر من بگذری و من دیگه وجود نداشته باشم. معاذ میزنه زیر گریه و خب خداحافظی که خیلی سخته، میدونه که سخن پیامبر صلی الله علیه و سلم سخن راستیه و این دیگه آخرین دیدارش با رسول خدا صلی الله علیه و سلم هست. وقتی که معاذ گریه میکنه، مسلمانان هم همه کسایی که باهاش اونجا بودن، همراه بودن، همه هم گریه میکنن. بله، این سخن پیامبر و این خبری که پیامبر میده خبری راستین هست و دیگه معاذ رسول خدا صلی الله علیه و سلم رو بعد از این جریان دیگه نمیبینه. رسول خدا صلی الله علیه و سلم از دنیا میره و زمانی که قبل از اینکه معاذ بتونه از یمن برگرده و خب بدونید این جدایی چقدر میتونه سخت باشه که معاذ برگرده به مدینه و دیگه رسول خدا صلی الله علیه و سلم رو نبینه. خب بریم به زمان خلافت عمر رضی الله عنه. زمان خلافت حضرت عمر رضی الله عنه معاذ رو فرستاد به نزد بنی کلاب تا بتونه اونجا غنایم رو بینشون تقسیم بکنه، به بین فقرا بده، صدقات و اینهایی که هست و اون عهد و پیمان عمل بکنه. و وقتی که معاذ برمیگرده پیش همسر خودش بعد از اون کاری که انجام میده، بین غنایم بالاخره هم تقسیم میکنه، بالاخره مواد غذایی یا کمک مالی هر چه که بوده، چیزی با خودش نداشته به عبارتی. بعد میگه که همسرش بهش میگه که تو آیا برای ما چیزی نیاوردی؟ برای زن بچه‌ت سفری رفتی، اومدی هدیه‌ای فلان اینا. میگه که نگاه کنید، من یک نگهبانی برای من عمر قرار داده بود، یعنی من نگهبانی با من همراه بود، نمیگه عمر، میگه نگهبانی با من همراه بود که من نمیتونستم تخلف کنم در این مسئله. بعد میگه زنش ناراحت میشه، میگه تو زمان پیامبر امین رسول الله صلی الله علیه و سلم بودی، امین ابوبکر بودی، حالا عمر برای تو نگهبان فرستاده که همه چی رو محاسبه بکنه فلان. و این خبر دهن به دهن گشت بین زنها تا خبر رسید به همسران عمر رضی الله عنه و خب اونا بهش خبر دادن که بالاخره زن معاذ اینجوری شاکی بوده که عمر اومده برای شوهر من نگهبان گذاشته، در صورتی که معاذ نگفت که عمر گذاشته، گفته نگهبانی با من همراه بود و فلان اینا. خبر به عمر رسید و معاذ خواست، گفت من آیا برای تو نگهبانی فرستاده بودم که سیر تا پیاز همه چی رو محاسبه بکنه با تو؟ گفت نه یا امیرالمومنین، اما من چیزی پیدا نکردم برای همسرم عذری بخوام چیزی براش بیارم. شدم به این صورت مثلا بگم خب من نگهبان داشتم، خداوند رقیب و عتید داده. میگه عمر رضی الله عنه خندید و به سری هدایایی به این داد و گفت اینا رو برای همسرت ببر تا همسرت راضی بشه. در زمان عمر فاروق رضی الله عنه این رو دیگه معاذ بن جبل رو فرستاد به شام و در اونجا گفتش که نگاه بکن،
در زمان عمر رضی الله عنه یزید ابن ابی سفیان هست، میگه که فرستاد اونجا به شام و یزید گفتش که یزید ابن ابی سفیان، یزید پسر ابو سفیان که برادر امیر معاویه باشه، اومد پیش عمر گفتش که سرزمین شام جمعیتش زیاد شده، بالاخره بازارها شلوغ است و فلان و مردم نیاز دارن کسی بهشون قرآن آموزش بده، بهشون فقاهت دینی آموزش بده و ما رو یاری بکنید، بالاخره افرادی رو برای ما بفرستید به این سرزمین شام که بتونن دین و دیانتداری رو به مردم آموزش بدن، ما مشغول جهاد و پیکار بالاخره با رومی ها این ور اون ور هستیم. عمر 5 نفر از کسانی رو که بالاخره در زمان پیامبر قرآن رو جمع کرده بودن و معتبر بودن، شناخته شده بودن، معرفی کرد که یکی از اینها معاذ بن جبل هست، عبادة بن ثابت هست، ابو ایوب انصاری هست، ابی بن کعب هست و ابو دردا، و رو به اینها کرد، گفت نگاه کنید برادران شما در سرزمین شام از شما کمک میخوان که برید به مردم قرآن یاد بدید، به مردم فهم و فقاهت دین یاد بدید و برید شما هم منو یاری کنید، من هم که شماها کسی رو ندارم، 3 نفر از بین خودتون انتخاب بکنید، 3 نفر از بین خودتون انتخاب بکنید، از شما 5 نفر 3 تاتون برید این وظیفه رو انجام بدید تا بار دوش ما هم سبک بشه، اگه خودتون نمیخواد انتخاب کنید من قرعه میندازم. اینا گفتن نه خود ما میگیم. نگاه کنید ابو ایوب پیرمرده، سنش زیاده، ابی بن کعب که این هم بیمار هست، ما 3 نفر دیگه میریم به اونجا. و اینجا بود که اینها رفتن ابتدا سر در شهر حمص در اونجا بودن و تونستن چیزی که بود به مردم بالاخره حال احوالی بود که مردم آموزش بدن، کارهایی رو که انجام بدن و از اونجا بالاخره باز به دمشق رفتند و بعد هم به سرزمین فلسطین و به فلسطین رفتن. و این 3 نفر رو که ما می‌بینیم که اصحاب پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هستن، طبق امر فرمان عمر به این مناطق رفتن و وظیفه خودشون رو انجام دادن. یعنی میشه گفت تقریبا یکی از اینها رو در دمشق بود، یکی در فلسطین بود و یکی هم در شهر حمص بود. میگه که از این 3 نفر که بالاخره عبادة بن ثابت، ابو دردا به دمشق رفتن و معاذ بن جبل به فلسطین رفته بود. در اونجا معاذ بن جبل مبتلا به وبا میشه، در فلسطین مبتلا به وبا میشه و وقتی که وفاتش میرسه دیگه میگن رو به قبله میکنه و شروع میکنه سرودی رو میخونه، میگه مرحبا بالموت مرحبا، ای مرگ خوش آمدی و مرگ خوش آمدی، تو به دیدن کسی اومدی که مدت‌های طولانیه که در غیاب تو انتظار میکشه، کسی که محبوب خودش و حبیب خودش رو از دست داده و انتظار داره دوباره اون رو ببینه. و میگه همینجوری به آسمان نگاه میکرد، گفت خدایا تو میدونی که من این دنیا رو دوست ندارم و طول زندگی در این دنیا رو دوست ندارم، برای اینکه برای خودم درخت بکارم و زندگی داشته باشم، زیر آب و نهر درختان آب جاری باشه، اما میدونی که بالاخره اون چیزی که من علاقه دارم از این دنیا اینی که بتونم روزه بگیرم، بتونم در مجلس علما باشم، فهم دین باشم و مسائل دیگه، و اگر تو میدونی برای من خیر هست مردن من، خدایا این جان من رو قبول بکن. که دیگه میگن اینجا روحش بالاخره جدا شد از بدنش و عمرش به پایان رسید. معاذ بن جبل میدونید که از قبیله خزرج هست، کنیه ایشون ابو عبدالرحمن بوده، مادرش هند دختر سهل هست و این مواردی که در مورد ما ایشون نقل کردیم گفتیم از مقام و منزلت ایشون و اینکه ایشون در تلاوت قرآن هم خیلی کارشون خیلی قدرتمند بود. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله حتی میگه خذوا القرآن من 4، از 4 نفر بگیرید، عبدالله بن مسعود و همینجوری تا میاره به معاذ بن جبل که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله اشاره میکنه. حتی نقل شده که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در موردی میگه یا معاذ والله انی لاحبک، یعنی رسول خدا صلی الله علیه و آله میگه معاذ من تو رو دوست دارم. معاذ هم میگه پدر مادرم فدای شما رسول الله، من هم شما رو دوست دارم. بعد میگه که ای معاذ من به تو سفارش میکنم در هر نمازی که خوندی بعد از هر نماز فرضی این دعا رو بکنی، اللهم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، خدایا منو در ذکر خودت، در شکر و سپاسگزاری خودت و خوب عبادت کردن خودت من رو یاری بکنی. در مورد زهد معاذ بن جبل موارد خیلی زیادی نقل شده. میگن عمر یه روز یک کیسه ای رو براش فرستاد، یک غلامی رو داد که بهش 400 دینار بود که گفت اینو برو بده معاذ بن جبل. وقتی که اینو به معاذ بن جبل رسون
گفتش که امیرالمومنین فرستاده، گفته با این مایحتاج خودتو عمل بکن، برطرف کن، کاری میخوای انجام بده، کارات انجام بده. و اینها رو اون غلام خوب داد بهش و میگه بلافاصله وقتی معاذ بن جبل این پولها رو که امیرالمومنین بهش داد، بین همسایه ها و نیازمندانی که داشت اونها رو همینجوری تقسیم کرد و زنش همینجوری نگاه میکرد و گفتش معاذ قسم به خدا ما خودمون مسکینیم، برای ما تو هیچی باقی نذاشتی مگر 2 دینار. و میگه که گفتش که خب دیگه این ماجرا دیگه زندگی ما همینه دیگه، خیر باشه. میگه اون غلام خبر برد ماجرا رو برای عمر و عمر خیلی خوشحال شد از این رفتار و این بالاخره حالاتی که بالاخره در رفتار اینها وجود داشت و این حالتی که در زندگی اینها بوده. حتی میگن معاذ بن جبل 2 تا همسر داشته، خیلی سعی میکرد در عدالت و رعایت بین 2 تا همسر، رعایت اعتدال و رفتار و محبت خودش رو حفظ بکنه، به گونه‌ای که اصلا یعنی هیچ کدومشون حس نمی‌کردن که معاذ در مورد حق دیگری کوتاهی کرده. حتی اگر نوبت کسی بود مثلا همسرش بود که تو خونه اون همسر باشه، تو خونه این همسر دیگه حتی آب هم نمی‌نوشید، مبادا که خدا نکرده مثلا عدالت رعایت نشه. و این نمونه رفتاری بود که این صحابه پیامبر در زندگیش داشت. حالا مواردی هم در مورد هستش که نقل میشه که میگن فضائل معاذ بن جبل و موارد دیگه که من دیگه الان چون وقتمون به پایان رسیده میذاریم برای فرصت دیگری که در زندگی اصحاب خواستیم مفصلتر و بیشتر و دقیقتر صحبت کنیم، اونجا این موارد رو یادآوری بکنیم. خب همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم، خداوند یار و نگهدار همتون باشه و این امیدی که محبت رسول خدا صلی الله علیه و آله و محبت یاران رسول خدا در قلب ما بشه و ما بتونیم از نور اینها بهره مند بشیم، در زندگی خودمون تأثیری و تغییری رو ایجاد کنیم. خدا یار و نگهدارتون.